اگر میخوای یک کانال درست کنی و نمیخوای فردا امنیتش در خطر بیفته، این ویدیو برای تو است. ویدیو من به شما 0 تا 100 ساخت یک کانال روی موبایل را آموزش میدم که چطوری یک کانال را بسازید که فردا امنیتش خدای نخواسته لو نره و این کانال از دست شما خارج نشه. بریم با هم دیگه ببینیم که چطور میتوانیم کانال را درست کنیم. خب میایم روی جیمیل ما کلیک میکنیم، میایم سمت بالا سمت راست روی ایمیل ما کلیک میکنیم، ایمیلی که فعلا ما داخلش لاگین هستیم و میایم از قسمت پایین روی add another account کلیک میکنیم. خب چکینگ انفورمیشن میشه، از انگشت انتخاب میکنیم و پایین میایم for work or my business میزنیم، روش کلیک میکنیم و حالا برای خودمون یک اسم مینویسیم. بله خب مثلا من می‌نویسم رضا و تخلصم را مثلا می‌نویسم یا last name خود را حقبین. خب حالا روی next کلیک میکنم. خب حالا در این قسمت ما روی ماه چی ماه به دنیا آمدیم را تایید میکنیم، انتخاب میکنیم که مثلا ماه مارچ و روزی 21 و جنسیت ما رو روی ایمیل اگر مرد بودیم و اگر زن بودیم روی فیمیل قرار میدهیم و next رو یا بعدی رو میزنیم. در این قسمت 2 تا ایمیل پیشنهادی داده و البته create your own جیمیل ادرس هم داره، ولی ما فعلا برای آموزش فقط از همون ایمیل بالا رضا حقبین 03 استفاده میکنیم و next رو میزنیم و حالا پاسوردمان را انتخاب میکنیم. یک پاسورد برای خودمان انتخاب میکنیم و next رو میزنیم و اینجا رضا حقبین تایید شد. next رو میزنیم و بله اینجا من موافق هستم یا I agree رو میزنیم و میایم پایین روی security and sign in کلیک میکنیم و در اینجا روی twist verification کلیک میکنیم یا تایید 2 مرحله‌ای و دوباره پاسوردمون را وارد میکنیم. خب next را میزنیم و حالا میایم روی فون add phone number کلیک میکنیم. روی add phone number میزنیم، کشورمان را انتخاب میکنیم مثلا افغانستان و شماره خود را وارد میکنیم و روی next کلیک میکنیم و سیو رو میزنیم. بله و میایم روی خب میایم روی دوباره روی اکانتمون روی you have a security میزنیم، sign in security میزنیم، روی sign in میزنیم و روی add دوم قسمتی پایین روی add دوم کلیک میکنیم و در این قسمت verify SU را از اثر انگشت استفاده میکنیم. خب اینجا یک شماره موبایل کمکی اضافه میکنیم، مثلا کشور افغانستان و یک شماره موبایل کمکی را انتخاب کردم و پاس کردم و حالا روی سکیوریتی خب حالا روی کانتینیو کلیک میکنم و ترن آن رو یا روشن کردن را میزنم و بله امنیت ما از اینجا درست شده و میرویم داخل یوتیوب و از قسمت سویچ اکانت روی رضا حقبین همین کانالی که ایمیل تازه درست شده که نو چنل یعنی چنل نداره کلیک میکنیم و حالا چیزی که لازم داریم بله روی یک همین ایمیل کلیک میکنیم و روی حالا میایم روی یاندکس بروزر و داخلش روی یوتیوب استودیو کلیک میکنیم و کانتینیو تو استودیو رو کلیک میکنیم و از بالا سمت راست روی سویچ اکانت کلیک میکنیم و حالا روی use another account کلیک میکنیم و در این قسمت همون ایمیلی که چند دقیقه پیش درست کردیم را اینجا وارد میکنیم و روی next میزنیم. بله و
در این قسمت پاسورد خود را یا همون کد امنیتی خود را وارد میکنیم و اینجا روی نیکس میزنیم، روی بعدی، و این قسمت هم روی اسکیپ میزنیم. آدرسی خانه نمیخوایم بنویسیم، روی اسکیپ یا فرار میزنیم و دوباره کانتینیو توی استادیو رو میزنیم و بله، کانال ما در این قسمت درست شد. ویلکام تو یوتیوب نوشته شد. خب میایم از این قسمت، خب میایم پایین روی سیتینگ کلیک میکنیم. اینجا تقریبا مثل یک تنظیماتی مثل موبایل هاست و او رو پیدا میکنیم، روش کلیک میکنیم، روی جنرال یا کلیات میزنیم. خب این بارا کلیک میکنیم، روی همه US دلار کلیک میکنیم. این رو پیدا کرده، روش کلیک میکنیم. خب بله، خب دوباره میریم روی چنل که آمدیم، اینجا یک بیزیک دو انفورمیشن، یک ادوانس، یکی فیچرز. خب روی همین بیزیک کلیک میکنیم. در حالت اولش اینجا پیدا میکنیم، از بین اینا یونایتد استیت پیدا میکنیم، رویشان کلیک میکنیم. مثلا من امریکا رو زدم، شما هر جای دوست داشتین میتونید بزنید. خب حالا روی قسمت دومش میاییم و میاییم پایین تر، فقط یک گزینه رو فعال میکنید. اینجا اگر این ویدیو شما برای اطفال نبود، روی حالت دوم بگذارید و استیم میکنید. و این قسمت یک حالتشان ثبت شده، یک مرحلهشان مرحله دوم، روش کلیک میکنیم، تایید دو مرحله ایده اینجا و از این قسمت استفاده میکنیم. روی قسمت سفید میزنیم، میاییم داخل همچین صفحه میشه و اینجا کشور خود را انتخاب میکنید. مثلا افغانستان میزنید و شماره خود را وارد میکنید. شماره خود را که وارد کردید، روی نیکست کلیک میکنید و اینجا به شما یک کد داده میشه. وقتی کد وارد شد، کد آمد، کد را وارد میکنید و روی سابمیت میزنید و تلفن شما، شماره تلفن شما وریفای میشه داخل یوتیوب. و بله، انجام شد. و بله، حالا دوباره روی کانتینیو تو استودیو میزنیم و اینجا روی چنل کاستومایزیشن کلیک میکنیم و میایم برای خودمون یک بنر یوتیوب انتخاب میکنیم. روی بنر یوتیوب قسمت سرخی میبینید، پیش رویش آپلود نوشته. روی آپلود میزنیم، چوز فرام گالری، از گالری انتخاب میکنیم، عکس برای بنرمان را انتخاب میکنیم و روی سند میزنیم و این قسمت میایم روی جان یا انجام میزنیم و میبینیم که اعمال میشه روی بنر، روی دسکتاپ، روی فون، روی تیوی، روی همه اینا اعمال شد. خب یکسان. خب حالا روی آر یا همون لوگوی کانال ما میزنیم، روی آپلود پیش رویشان میزنیم، چوز فرام گالری، از گالری انتخاب میکنیم مکسیمون را و انتخاب میکنیم، روی سند میزنیم و این قسمت میایم روی دان کلیک میکنیم و این هم لوگوی کانال ما. و پایین برای کانال ما یک اسم انتخاب میکنیم. مثلا من می نویسم رضا یوتیوب آکادمی و پایین یک هندل برای کانال ما انتخاب میکنیم. من می نویسم رضا یوتیوب آکادمی میخوایم بنویسم و ما فکر کنم این را قبول نمونه، این فاصله وسطشان نه از بین میبرم و یک هم اضافه میکنم و بله قبول کرد. میبینیم که قسمت یک تکی آبی خورد و قبول کرد. و حالا برای کانال ما یک دیسکریپشن نویسم. من برای کانال خودم یک دیسکریپشن نوشتم و حالا روی سیو میزنم و ذخیره میشم. و حالا میایم روی یوتیوبمون باز میکنیم، میبینیم که کانال ما درست شده. روی ویو چنل میزنم، بله کانال هم به همین راحتی درست شد.
اگر بر طبق آموزشی که در این ویدیو به شما داده شده کانالتان را بسازید، من مطمئن هستم که هیچ وقت به هیچ گونه مشکلی بر نخواهید خورد. تشکر و سپاس از اینکه ما را همراهی کردید تا آخر ویدیو. یادتان نره کانال را سابسکرایب کنید، ویدیو را لایک کنید، کامنت بگذارید، با دوستانتان نیز شیر کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.